همین یک سوال داریم از جهت نادانی شاید باشد. همین ماه شریفی رمضان هر سال 10 روز برای چی پیش می آید؟ برای آنکه سال شماری هجری قمری طبق ماه است برادر عزیز. همین ماه وقتی که به آسمان نگاه کنید ماهتاب میبینید کو ببینید از ما میگوییم که ماه فوریه میگوییم. این ماه فوریه کدام ماه فوریه؟ وقتی که ما ماه رجب میگوییم آغاز ماه شعبان است. رجب تمام شد شعبان شروع شد. همین ماهی که از در آسمان میبینید ماه شعبان است. همین ماه که تمام شد ماه رمضان شروع میشه. از این ماه نگاه کنید ماه شعبان از چند روزه است. ماه شعبان که به آخر رسید ماه رمضان شروع میشه. و این ماه ها خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله در صحیح بخاری گفتن ماه ها یا این خیلی گفتن 3 مراتبه یعنی 30 روز یا این خیلی گفتن 3 مراتبه این خیلی کردن یعنی 29 روز. ماه یا 29 روزه میشد یا 30 روزه. ماه یکم روزش ببینید هلال میگد. هلال 2-3 روزش هلال میگد. ثانی وقتی که ماه 13 شبه و 14 و 15 میشد پره میشد و یا بدر میگد. ماه پره. بعد با این ماه کوتاه شدن میرد کم شدن میرد با هلال میشد و ماه تمام میشد و ماهی نو میبراید. 12 ماه است در یک سال. این ماه ها همین ماه شعبان و رمضان و شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و صفر و ربیع الاول و ربیع الثانی و جماد الاول و جماد الثانی بعد رجب و شعبان و رمضان. با این ماه ها در نزد الله تعالی ماه ها وقتی که ماه رمضان سال ماه میگیم همین ماه در نظر. این فوریه معناش پوست یک سگ است. پوست سگ فوریه میگن عبادت میکردن یک نوع سگ. ایول به نام یک امپراتور وقتی که پادشاه شد ماه ایول به نام خودش ماند و 31 روز کرد. بعد وی امپراتور آگوست آمد و ماه آگوست هم 31 روزه کرد و نام آگوست به نام خودش ماند. یعنی این ماه های دروغین و ساخته بت پرستای روم اینا پیش از نصرانیت این ماه ها بود. ماهی آفتابی شمسی میلادی گفتن بعد از آن اصلش این از آن بت پرستا بود. بعد به میلاد نسبت دادن. خلاصه این نوعی سال شماری این نه وقت و ساعت داره. این فقط برای دهقان ها 4 فصلی تابستان و زمستان و بهار و تیر ماهش درست میبیاد تمام. اما مثلا ساعتی چیزلای نوشویش بینید ساعتی 12 شب تغییر مییابد. تاریخ نو میشد. یگان علامت ندارد. اما هجری قمری علامت دارد. شام که شد شبی نو میدراید. آفتاب که غروب کرد روز تمام شد شبی نو در آمد. مثال 10 شعبان به پایان رسید 11 شعبان فرا می رسد. تغییر یابیش در یک شبانه روز با غروب آفتاب سر می شد. آفتاب که غروب کرد روز تمام شد. شب که در آمد روزی نو یعنی که شبی نو اول شب می بیاد بعد روز شبانه روزی نو در آمد. ماه وقتی که تمام شد ماه پره میشد با هلال میشد تمام شد ماهی نو می دراید. ماهی نو میبینید به چشمتان ماهی نو می براید. یعنی این همش معلوم و ظاهر است. خلاصه سال شماری هجری قمری عبارت از 354 روز یا 355 روز است. سال شماری میلادی 365 روز است و گاه 10 روز گاه 11 روز رمضان بعد فرق میکند. فهمیدید برادر عزیز؟ یعنی هر سال فرق میکند دیدن. هر سال فرق میکند برای آنکه ما باید با سال شماری هجری قمری اصلش عمل کنیم. تا همین انقلاب اکتبر مردم ما با سال شماری هجری قمری فعالیت میکرد. این هم نو کمتر وقت به سال شماری میلادی گذاشتیم. یعنی که چند مدتی که همین چند سال آخر به همین زندگی داریم. اصلا مردم پیشینی ما با سال شماری هجری قمری کار میکردند. فهمیدید برادر عزیز؟